امروز من اومدم مهمون بابام شدم، اومدم بهتون با بابام اومدم بهتون فومای درمالیفت رو نشون بدیم، بهتون معرفیشون کنیم. سلام دوستان، فومای شستشوی درمالیفت به ترتیب که بخوام براتون معرفی کنم: فوم شستشوی خشک، حساس، برای روشن کننده و برای پوست‌های چرم. اولین مورد فوم شستشوی ایزولیفت مخصوص پوست‌های خشک و خیلی خشک، فاقد پارابن، بسیار سبک و این فوم برای پوستایی که نیاز به مرطوب کننده و آبرسانی دارن بسیار مناسبه. دومین فوم روزالیفت مخصوص پوستای حساس تولید شده. پوستایی که قرمزی دارن در طول روز بسیار مناسبه. برای پوستایی که یه مقدار خشک هستند و خارش دارن بسیار مناسبه. این فوم مواد صابونی اصلا توش استفاده نشده و فاقد پارابن، برای شستشوی روزانه بسیار مناسبه. فوم بعدی فوم شستشوی ملالیفته که برای انواع پوستا تولید شده. این فوم برای کسایی که پوستشون مستعد لک و دارای لک خیلی مناسبه و شما میتونید روزانه اینو مصرف کنید. این فوم هم بدون پارابن و با کیفیت بالایی تولید شده. کلا محصولات درمالیفت از آمبولانژ بسیار خوبی استفاده شده و پیستوله بسیار خوبی برای استفاده داره. فوم بعدی شرکت درمالیفت فوم سبالیفته که برای پوسته چرب و جوشدار بسیار مناسبه. پوستایی که مستعد جوشن و دارای جوشن خیلی خوبه، چربی جوشو بسیار خوب کاهش میده. این فوم ضد باکتریه، ضد قارچه و برای مصرف روزانه بسیار مناسبه و فاقد پارابن، بدون اثر جایگذاری مواد روی پوست. و این فوم بسیار روش کار شده، گفتم که آمبولانژ خوبی روش استفاده شده و میتونید با خیال راحت از این محصول استفاده کنید. کلا بهتون بگم محصولات درمالی فوق العاده‌ان و به خصوص این فومایی که من الان براتون توضیح دادم. شما فقط لازمه یک بار از فوم شستشوی درمالیفت استفاده کنید که به کیفیت و راز سلامتی این محصول پی ببرید. فوم شستشوی صورت، پوست‌های چرب و جوشدار. چنل ما رو دنبال کنید، ما بیشتر دیده میشیم. سابسکرایب یادتون نره، اما بیشتر دیده بشیم.